پیامی از آرکتوریان ها. عزیزان، به پیام ما خوش آمدید. پیامی که عاشقانه و با هدف کمک به همه کسانی ارائه شده است که پذیرای سطح بالاتری از آگاهی معنوی هستند. زمانه پر انرژی امروز فرصت‌هایی را برای رشد معنوی ارائه می‌دهد که قبلاً هرگز در دسترس نبوده است. زیرا حضور فزاینده انرژی با فرکانس بالا باعث می‌شود تراکم‌های مدفون شده در گذشته به صورت شخصی و جهانی ظاهر و پاک شوند. اگر زندگی از یک یا چند جهت دشوار شده است، به یاد داشته باشید که شما در این زمان انتخاب کردید که روی زمین باشید، زیرا تشخیص دادید که روند صعود پر انرژی زمین برای رشد معنوی عالی است. 1. شما می‌خواستید با نور خود به عروج زمین خدمت کنید. 2. بسیاری از روح‌های تکامل یافته دیگر وجود خواهند داشت که می‌توان از آنها بیشتر آموخت و تکامل یافت. 3. فرکانس‌های بالای نور که از منابع بسیاری جریان می‌یابد به شما این امکان را می‌دهد که راحت‌تر پاکسازی کرده و از هر گونه باورهای نادرست باقی مانده و تعهدات منسوخ گذشته عبور کنید. دیدن تصاویر بزرگتر زمانی که توسط یک سیستم اعتقادی بعد سومی احاطه شده اید بسیار دشوار است، چرا که به نظر می رسد که دائما چالش‌های فیزیکی، عاطفی، ذهنی یا حتی معنوی را ارائه می دهد. اغلب به درون بروید و در واقعیت وجودیتان استراحت کنید، نه فقط در مواقع آشفتگی. در سکوت به صدای آرامی که همیشه وجود دارد گوش کنید، حتی وقتی به ظاهر ساکت است، چرا که آن تو هستی. این صدای آرام گهگاه با صدای بلند صحبت می کند، اما اغلب به عنوان شهود، راهنما یا معلمی شنیده می شود که بی صدا تمام حقیقت معنوی را که ممکن است مدتها به دنبال درک آن بوده اید به شما نشان دهد. در پذیرش خاموش بیاسایید، مقاومت نکنید یا درگیر افکار نباشید. قصد شما برای همسو شدن با خود برترتان در سطح عمیق‌تری اتفاق می‌افتد، خواه اینطور به نظر برسد یا نه. غذاها، دوستان، سرگرمی‌ها یا هر چیزی با انرژی‌های جدید فرکانس بالاتر شما همسو می‌شود. اغلب بدون اینکه متوجه شوید، انرژی‌های قدیمی به تدریج از بین می‌رود. اجازه دهید این فرایند بدون مقاومت یا تلاش برای بازگرداندن افراد، مکانها یا چیزهای قدیمی آشکار شود. برای اینکه هر چیزی به طور هماهنگ جریان یابد، باید همسویی قوی انرژیکی وجود داشته باشد، خواه یک رابطه، شغل یا سیستم اعتقادی باشد. ممکن است سخت باشد، اما یاد بگیرید که به دنبال عشق، پذیرش، بخشش، حمایت و غیره از شخص دیگری نباشید، حتی زمانی که آن شخص همان کسی است که به طور طبیعی از او انتظار می رود.
انسان‌ها به خودی خود دارای این صفات نیستند، زیرا اینها صفات خداوندی هستند که از درون افراد جاری شده و جریان می‌یابد، اما هرگز مال آنها نیست. برای این چیزها فقط به خدا نگاه کنید و خواهید دید که آنها به سمت شما سرازیر خواهند شد و اغلب از جایی که انتظارش را ندارید. خداوند تنها قدرت است. اعتقاد به دو قدرت یکی از سه سنگ بنای سیستم اعتقادی بعد سومی است: دوگانگی، جدایی و اعتقاد به دو قدرت. اعتقاد به دو قوه، ذهن و ماده، طوری افراد را شرطی می کند که باور کنند هر فردی یک موجود درمانده و تحت تاثیر افراد، مکانها و چیزهایی است که آگاهی جمعی بعد سومی به آنها قدرت بخشیده است. قدرت دادن به هر چیزی غیر از خدا، بیماری، پول، غذا، مردم، کشورها، دولت، کارشناسان، شعائر و مناسک دینی و غیره، بت پرستی است. تنها یک قدرت وجود دارد و آن قدرت آگاهی الهی است که در همه چیز و به عنوان بی‌نهایت وجود دارد و همیشه بوده است. هیچ چیز دیگری وجود ندارد. این بدان معنا نیست که ناگهان نسبت به عیوب و تاکتیک‌های آگاهی بعد سومی کور می‌شوید. و به این معنا هم نیست که داروهای خود را دور بریزید و بیمارستان‌ها و زندان‌ها را ببندید، در حالی که فریاد می‌زنید خدا همه چیز است و هیچ کاری در مورد شرایط زندگی خود انجام ندهید، چرا که این تظاهر به حالتی از آگاهی است که هنوز به دست نیاورده اید. ما میگوییم که همه جویندگان جدی حقیقت باید در نقطه‌ای از واگذاری قدرت به مردم، مکانها و چیزها به دلیل خیر یا شر بودن آنها دست بردارند. تنها خدا قدرت است. این را در هر موقعیتی ببینید. کاری را که احساس می کنید باید انجام دهید، اما در حین انجام آن به یاد داشته باشید که چون تنها یک قدرت وجود دارد، آن چیزی که در دنیای مادی به عنوان یک قدرت در نظر گرفته می شود، هیچ قانون واقعی یا دائمی الهی برای حمایت از آن وجود ندارد و این بیشتر تجلی منحرف شده قدرت در آگاهی بعد سومی است. برخی مذاهب و افراد هستند که معتقدند تفریح، خندیدن و رقصیدن گناه است و باید به هر قیمتی از آن پرهیز کرد یا مجازات شد. آنها با اعتقاد به یک خدای محکوم کننده و قضاوت کننده زندگی می کنند که اگر فردی انواع قوانین سختگیرانه و بی‌نشاط بشری در مورد معنویت را رعایت نکند، مستحق مجازات است. زمین قرار نیست یک مبارزه دائمی بدون شادی باشد. از چیزهای خوب زندگیتان لذت ببرید. هماهنگی، آرامش، شادی، عشق و فراوانی در همه سطوح خصوصیات معنوی تعیین شده و پایداری هستند که به طور کامل در درون هر فرد وجود دارند. بگذار اینها جریان پیدا کنند. دوست داشته باشید، لذت ببرید از دوستان، خانواده، طبیعت
حیوان خانگیتان، یک نوزاد جدید، یک پزشک مفید، دندان پزشک یا وکیل سپاسگزار باشید، اما بدون اینکه شخصاً به این چیزها قدرت بدهید. متوجه باشید که خداوند از طریق آنها خود را ابراز می کند. حرکت فراتر از باور به دو قدرت بخش مهمی از روند تکاملی هر فرد است و شما برای آن آماده هستید. جهان مملو از افراد، ایده‌ها و چیزهایی است که از طریق دوگانگی خود را بیان می کنند. افراد بسیاری هستند که از اعتقاد اکثریت مردم به دوگانگی سود میبرند. تبلیغات، سیاست، مبشران، رسانه‌ها، آموزش، بهداشت، قانون، همه از دنیایی بهره میبرند که همچنان بر این باور است که درمانده و محتاج بی نهایت چیزهاست. باور کنید خداوند همیشه تنها قدرت بوده و خواهد بود و این قدرت در درون شماست. شما خدای فردیت یافته هستید. ما گروه آرکتوریان هستیم. کانال شده توسط خانم مرلین رافائل. کانال تلگرامی راز شادمانی.